چیزی که الان میخوام و بگم احتمالا شنیدی و هیچ کدوم تو تا الان باورش نکردیم. من داشتم انگار تقریبا شدم 3 هفته پیش داشتم فناف بازی میکردم. یک عجیب مشکل یه چیز عجیب برخورد کردم. داستانی رفتم از چت جی پی تی پرسیدم که چرا ربات ها میافتن دنبالمون، یعنی ولکنمون نیستن. نه، اونا ولکنمون هستن. اما چت جی پی تی گفت در اصل اینا روح بچه های هستن که قربانی شدن. حالا چی کار کرده؟ این کار کرده، او کار کرده دیگه نمیدونم. شاید برگات بریزه. داستان فناف هم که خیلی داستان ترسناک و دارکیه که بعدن تو قسمت دوم داستان فناف راجع به داستان بازی فناف تعریف میکنیم. شاید برگات بریزش. میرسی فناف در اصل رو واقعیت ساخته شده. دیم شد از رو واقعیت الهام گرفته شده. داستان از جای شروع میشه که تو واقعیت یکم میری جلوتر یه رستوران متولد میشه به اسم چاکی چیز، که رستوران چاکی چیز در اصل یه رستورانی بود که تقریبا فضلر از این کپی کرده بود. داستانش چی بود؟ داستان فنیش اینه که به احتمال زیاد دوتا از بنیادگذاران که اسماشون من یادم نمیاد، ولی یه سریا کارمنداشون کشته شدن. مثلا بچه های زیادی کشته شدن. مثلا یه سناریو دیدیم حاجی، این سناریویی که یارو بچه های تو واقعیت کشته بود به نظر صحنه یه خورده آشنا نیست؟ باریکلا، این همون صحنه ویلیام افتنه. ویلیام هم که خب این هم از واقعیت. بعدش دیگه چاکی چیز تعطیل شد و تصمیم گرفتم که سالها پیش همه کارمندا و بنیادگذاران و مدیر عامل و این چرت و پرتا دیگه همشون اونجا کشته شدن. خیلی داستان دارکی بود. خودم یعنی دم به خودم. خب آقا حالا میریم تو گیم. حالا گیمش چیه؟ یه شرکتی متولد میشه به اسم فازبر اینترتینمنت. وقتی که چاکی چیز ورشکسته شد، یه شخصی به اسم ویلیام افتون چه میدونم هر کی، حالا هر خری هست و حالا اونو ببلش. داستان از یعنی معلوم نیست یک کم با همراه هنری امیلی رفتن یه رستوران. هنری امیلی با ویلیام وقتی ملاقات کرد، ویلیام اون زمان هنوز کسب و کاری نداشت و حسابی بیکار بود. خواست ربات سازی بکنه ولی میترسید این ربات ها فهم بکنه. خب که هنری میاد با ویلیام ملاقات میکنه، بهش میگه بیا ویلیام بیا یه چیزی بهت یاد بدم. ویلیام هم یه چیزی به اسم انیماترونیک کشف میکنه. اونایی که نمیدونم انیماترونیک چیه شاید برگات بریز. داستان این فناف واقعا از رو واقعیت الهام گرفته شده. به خدا وکیلی بازی دارک و ترسناکی هم هست. بعدش 1 سال میذاره ویلیام میره ازدواج میکنه، بچه دار میشه. 2 پسر و 1 دختر. اسم پسر بزرگی خانواده مایکل و پسر و دختر خانواده هم الیزابت، ولی
پسر کوچیک خانواده هنوز اسمش مشخص نیست که تو ویدیوهای بعدی راجبش صحبت میکنی. البته این قسمت اولشه. تو قسمت دومش میبینیم اسمش چی بود، هویتش چی بود. حالا به هر حال یه چیزی بگیم. بعد این کودک گریان که همیشه از این عاشق یک شخصیت بود به اسم فردبر و اولش باید بگم که این بعدش خیلی چی بود، یعنی خیلی ترسو بود، یعنی شجاعت خب طبیعیه دیگه، بچه بود. بچه هم باشه که آدم یعنی میترسه زیادی، یعنی از چی بعدش فرق کنیم. بعدش از این داستانا مایکل هم که میفهمه این از این انیماترونیک که میترسه، این مدام این بچه بدبخت و هی میترسون، هی عذابش میداد، ادای هیولا رو در می آورد، فیلم ترسناک نشونش میداد، میگفت بر اساس واقعیت ساخته شده این رستوران. مثلا میگفت مایکل میگفت رستوران قبلا اسمش چاکی چیز بوده، حالا به فازبر اینترتینمنت تبدیل شده، شبا اونا زنده میشن. هم بچه های یعنی علاوه بر مایکل بچه های محله همین قضیه میگفتن، مثلا شبا این انیماترونیک های گوگلیس یهو به شکل وحشتناکی زنده میشن. این بیشتر تا ترس شیاف میشه، ببخشید یعنی ترس رو فرو میکنن توی کودک گنو. آخه مایکل برادر مرض داری، مگه این بچه رو عذاب میدی؟ اسم بیناماریش هم معلوم نبود چی بوده، اسمش هست انیماترونیک فوبیا، یعنی انیماترونیک که تا آخر عمرت دیدی یعنی زجه الهی تا فرو میشه. تا فرو هم نمیشه، مثلا یه جورایی. فقط قبلش لایک کن تا ادامه شد برای تعریف کنم. خب خب این قصه رو میخوام به صورت خلاصه تعریف کنم. خب بعدش دیگه چه میدونم، یکی از خیلی یوتیوبرها میگن این داستان فناف اینه جا داریم میگی وای دیگه مغزم رد داره. نه تمام. خب مثلا فاز انترتینمنت مثلا اونجا قتل اتفاق افتاده، بعد خدا وکیلی دیگه یه دید بچه گریان دیگه کلافه میشه و تصمیم گرفت که کنم با این ترس کناره، میگه دوست خیالی از همون شخصیت مورد علاقش یا همون فردبر میسازه که آرومش کنه. هر ترسی بهش وارد بود فردبر آرومش کنه. هیچ از جز کودک گریان اونو نمیدید، مثلا ظاهر میشد و غیب میشد. اما یهو بعدش رفتن رستوران فردبر فامیلی داینر که ویلیام و هنری اونجا رو ساختن. خب آقا برو بریم. بعد یکی از کارمندا ویلیام به کارمندا گفته بود در رو ببند که کسی نفهمه صحنه. مثلا ویلیام داشت به کارمند کمک میکرد که بره داخل لباس اسپرینگ لاک هم که اگر نمیدونی چی، یه لباس خیلی بدی هست که اگر خیلی هم به رطوبت حساس، یعنی به پوشیش ممکنه مثلا عرق کنی، یهو عرق مثلا آبی داخلش رو آب خیلی حساسه، ممکنه لباس قفل بشن و همونجا اونجا درجا بمیری و دیگه به رحمت خدا میری. خب اگه نمیخوای بری این با این ها حاضری سری آیفون 17 بری لباس اسپرینگ لاکو بپوشی، خب به نظرم نری بهتره. چون کدوم آدم ابلهی میره، مثلا کدوم کی اصلا میره بابت واسه آیفون 17 گرفت بگیره ترجیح میده تو اسپرینگ لاک له بشه؟ یعنی ابله ترین آدم در تمام تاریخ بشریته.
بعد یکم جلوتر میری متوجه میشی که این بعدش چون مثلا کارمند یادش رفت درو ببنده یا درو واکه، ویلیام بهش کمک کرد که بره داخل چی لباس اسپینگ لاک. بعد این بچه گریان تا این صحنه رو میبینی درجا رنگش سفید میشه، این گچ حاجی تصورش واقعا وحشتناکه. البته بچه نترسیم، فرد چاکی چیز یه زمانی وجود داشته دیگه الان وجود نداره، پلامپ کرد. هیچی دیگه. بعد یه سری چیزا گفتن که مثلا این داستان های چرت و پرت و بله و این داستان ها. بعدش یکم اینجا میفهمه مثلا یک آدم داره انگار ویلیام بهش کارمند کمک نمیکنه، اساسا اون کارمند بود. یک ویلیام انگار یه روانیه به تمام معنا بود که مدام با پسر بزرگش خود بچه کوچیک و زجه الهی بیده. این بچه شروع میکنه به ترسیدن دیگه، نمیخواست دیگه، ولی فردر سعی میکنه آرومش کنه چون اون یه فوبیایی داشت. من گفتم انیماترونیک فوبیا، فکر نکنم بود تو قبل از اینکه انیماترونیک فوبیا به نظر من چیزی نبوده. به احتمال زیاد ممکن بود که به 7-1 جهت یه جوری بشه، انگار داشتن یک آدمو به زور میچپوندن. اگه من جای کودک گریان بودن یعنی چشمو میبستم و قرآن میخونم. البته اونو مسیحی هن، مسلمون که نیستن. خب فعلا بعدا راجب صحبت میکنیم. هیچی دیگه. این مایکل واسه اولین باره که از دوست خیالیش میترسه. بعد یه مایکل رفیقاش میرن نقشه میکشن که برن. اینجاست که این نباید کودک گریان اینو میدید. اینجاست که زندگی کودک گریان یه جهنم وحشت شکنجهگاه جهنمی به تمام معنا میشه. بعد وقتی که میریم بخوابه یهو مدام خیلی خواب وحشتناکی میدید، اصلا آرامش نداشت دیگه، نه تو خواب آرامش داشت نه توی واقعیت. بعدش کودک گریان میره بیرون، یو فردبر میگه اون میبینته، یو مایکل ادای فاکسی رو در میاده، یو اینقدر میترسونه این بچه گریانو که دیگه داشت از ترس دیگه داشت طاقتش طاقت میشد، انگار دیگه این دنیا میخواست بره. بابا مایکل چرا بیش شکنجهگاه تمام معنا بردی بچه درست کنی؟ چرا این کار کردی؟ خب هیچی دیگه. این بچه تا آخر عمرش انیماترونیکی میدید. انیماترونیک هم یعنی فارسیش کنی میشه عروسک رباتیک، یعنی عروسکی که ربات حرکت هم میکنه. وای حاجی خیلی دار کرد. بعد هیچی دیگه. بعدش اینقدر این شوخی های خرکی مایکل و رفیقاش، یعنی شوخی در حدی خرکی دیگه به اوج میرسه و تو دهه سال 1991 اگر اشتباه نکنم، نه 1998 نمیدونم، حالا هر کوفتی بود، من میگم سال 2000 بگیم، سال 1981 این شوخی های خرکی مایکل به اوج میرسه و در همین لحظه یه اتفاق بد میفته. تو روز تولد بچه گریان
بچه گران که دیگه مثل سگ این انیمات از فردبر دیگه رفیق خیالش میترسید دیگه. پس دیگه مایکل دیگه شوخی رو دیگه خواست خرکی تر کرد. با مایکل بگه مرض داری برادر، میخوای داداش کوچیکت به دست این حیاهول خورده بشه؟ بابا مثل گونی برنج میگه، مثلا میوردش سمت فردبر. این دیگه داشت جیغ میکشید میره گلو، مثلا بردش جلو دهن فردبر هم سیستمش یهو قطع میشه، کنترلش دست محکم کله بچه رو میجوه. یهو مایکل از خنده خواست پاره بشه، فکر این الکیه، دید رفیقاش کامل رنگشون مثل گچ سفید شده. اینجا مایکل فهمید آها اینجاست که یک غلطی کرده، یه شوخی خرکی کرده. یعنی از شوخی خیلی خرکی تر از خر وجود نداشت، یعنی خیلی شوخیش خرکی بوده. بعدش نزدیک مایکل لو بره بیفته زندان با این اتفاق ناگوار، یعنی یابطه این حادثه ناگوار رستوران فردبر فامیلی داینر کامل تعطیل شد که اتفاق ناگوار دیگه نیفته به مدت طولانی. تصمیم گرفتم فردبر فازبر من گفت چیزی منظورم فردبر نبود، اساس کلمه فردبر رو گفتم خورده بزنم. فردی فازبر پیتزا رو افتتاح کنم. کاراکترانش هم که همتون میشه فردی، چیکا، بانی، فاکسی و گلدن فردی و بانی چیکا دیگه فازبر انترتینمنت دیگه داشت راه میافتاد. بعد یه هر اتفاق بدی میافتاد یه آپدیتی هم میداد. یعنی آپدیت هم یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی به روز رسانی چی میدونی چرت و پرتا. بعدش همین فاکسی کارش این بود که مثلا نقش مثلا چی میکرد، مثلا بردا بچه ها رو سرگرم میکردن. بعدش فریدی و بانی و چیکا هم که رو صحنه نمایش بودن که داشتن مثلا نقش بازی میکردن، نمایش اجرا میکردن این داستانا. ولی گلدن فریدی هیچ کاری نمیکرد. حالا داستانش حالا قبل اینکه چی بشه چی، یعنی اینه که گلدن فریدی چون در از همون فردبر کامل از فردبر فامیلی داینر رو تغییر دادم که به اسم فردی فازبر پیتزا افتتاح شد. بعدش این یهو اتفاقایی میفته که نباید میافتاد. همین چی؟ ویلیام چیزی رو که دید دنیا رو سرش خراب شد. فهمید با این نباید این محافظت رو میداد دست مایکل، باید مثل هنری عاقل میشد میرفت یه انیماترونیکی میساخت که مثلا اینتیدی 26 رو میساخت. حالا اینتیدی 26 اصلا وجود نداره، حتی میم 26 رو داریم ما. بعد به هر حال هیچی دیگه معطلتون نمی کنم آقا. این یعنی مثلا 3 ماه ویلیام از دست مایکل شاکی بود، در حد شاکی بود. مثل لاتار رفت ببینید بر پسرش تنبیه کنه، بعدش همسرش میگه بی خیال، میدونم امروز روز سختی داشتی. بعد سعی کرد که چی، بعد هیچی چیزی که میدونید باید بدونید. خب بعد
یه فاجعه به تمام معنا رو که دیگه خودتون میشناسی دیگه. بعد هیچی دیگه. بعد فهمید مایکل از رفته سر قبر برادرش، یعنی برادرش هم رفت، یعنی برادر کوچیک رفت تو کما و همونجا تو لحظه آخر عمرش به رحمت خدا رفت. هی حالا که اگر لایک و اگه میخوای شاد باشه روش، اول ویدیو رو لایک کن و یک فاتحه هم بخون برای برادر کوچیک مایکل. خب آقا هیچی دیگه، معطلتون نمی کنم. بعد چیز همین یه چیزی بعدش برادر، یعنی چی، مایکل که داشت از شدت عذاب وجدان دیگه انگار روح صدای برادرشو میشنید، انگار تا ابد باید این زجه الهی رو تو مایکل فرو کرده بود. انگار یه هیولای ترسناکی داره مایکل رو مجازات میکنه، یعنی علاوه بر عذاب وجدان دیگه هیچم شبا هم دیگه تو عذاب وجدان داره، یعنی دیگه نمیتونست چیزی بگه. بعد همین چی بعد هیچی دیگه. بعد بعدش هر لحظه هر کاری میکرد که همش عذاب بود، یعنی تو این زجه الهی تا تب میره فرو داره در او شیاف میشه. منظورم یه شیاف دیگه بود. بعد هیچی دیگه، مایکل هم دیگه از شدت عذاب وجدان دیگه خودشو دیگه طاقت نمیاره و میگه من این شهر میرم، ولی هر تا این شهر هم رفت فایده نداشت. یعنی مایکل شوخی خرکی مساوی با عذاب وجدان. داشت قبل از اینکه بچه کوچیک بمیره مثلا مایکل از شدت کارش پشیمون میشه و عذاب وجدان میگیره. مثلا دست برادر کوچیک که مرده بود میشه، میگه نمیدونم صدامو میشنوی یا نه، میگه ببخشید این کار کردم، معذرت خواهم، با عشق و یه گل هم داد که میگه دوستت دارم داداش کوچولو. دیگه داشت تو این دنیای لعنتی که دیگه داشت شکنجه میشد. بعد دیگه فعلا همون بکشیم بیرون. خب این همه داستان. اگه تا اینجا داستان رو فهمیدی، تا اینجا داستان رو شنید، فکر کنم ویدیو تا همینجا تمام بشه. و اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک، کامنت، بازداشت، سابسکرایب یادتون نره و دیگه معطلتون نمی کنم و دست علی یارتون. خدا نگهدار.